خب آغاز میکنیم درس هشتم رو و ما در اکران های خود دیده استادیم زپراسی که در درس هفتم ساخته بودیم، یعنی که از تبلیغ فاکولته انتخاب میکند میدان فیا و میدان کورس را از روی شرطی که مثلا در میدان فیا ثبت ها با حرف ام سر شوند. خب میبینیم فقط حرف های با حرف ام سر میشدگی و از بس که ما بعد از ام علامت ضرب زیوازش که موندگی هستیم، بعد از حرف ام خیلی حرف هایی که باشند انتخاب میکند. خب در اینجا ما تنها دو فامیلیا با نام یعنی که میرانوف و مامادوف داریم که با حرف ام سر میشوند. خب شما باید دقت دید که ما اگر در اینجا ام یعنی که مایدر هم نویسیم اگر، خب چی کار میکند؟ کار میکند این یعنی که حرف های خرد و یا کلان در اینجا فرق نداشتن. خب سوال به میان میاد که همه آن فامیله هایی را که در آنها حرف مثلا ار و میخورد جدا نماید. خب برای این چی کار میکنیم؟ میگذاریم به زپراس و میگیم که در اول چه خیل حرفی که نباشد چه خیل حرفی که نباشد، در آخر هم چه خیل حرفی که نباشد، لیکن اگر در عموما در همان صدر حرف ار وجود داشته باشد همان را انتخاب کن. خب میرانوف فردوسی، شما دقت دید ما گفتیم که انتخاب کن مثلا در سطر فیا چرا همه آن مثلا خب حرف ها رو اگر مثلا در همان قبط همان حرف ها مثلا اگر حرف ار وخورد، مثلا اینجا ما میتوانیم گفتن که مثلا خب حرف ام میگذاریم امینوف حرف ام دارد، میرانوف دارد، مامادوف دارد، اوماتوف حرف ام دارد، اسماتوف حرف ام دارد. یعنی که انتخاب میکند همه فامیلی هایی را که با حرف ام سر میشوند. خب شما با میدان ها دقت دهید، مثلا میدان فیا و میدان کورس. اگر ما خواهیم میدان کد را برآوردن در سطر سلکت، باز علامت ویرگول را گذاشته بعدا می نویسیم کد. خب میگذاریم، شما دقت دید اول فیا بعد کورس بعد فیا بعد کد. برای جایگیرشوی این میدان ها را تغییر دادن شما فقط استفاده میبرید. خب این در اینجا مثلا جایهاشون را تغییر میدهید، یعنی که اول فیا را بعد کد بعد مثلا کورس. خب اول فیا بعد کد بعد کورس، یعنی که شما دقت دید مثلا این تبلیس است، این زپراس. اگر این تبلیس زپراس رو در رژیم کنسترکتور کشوید، خب شما داخل میشوید و چی؟ با مستر زپراس. خب برای خاطر با کد SQL اش گذاشتن شما انتخاب میکنید، یعنی که رژیم رو پخش میکنید و در این زیر منوی پیدا شونده SQL رژیم رو انتخاب میکنید. خب شما وارد میگردید و SQL اگر با رژیم مثلا کنسترکتور گذارید، شما لکه در رژیم کنسترکتور زپراس ها، یعنی که در اینجا کار گویم خب برای نوآموزان بسیار مفید و آسان است. خب در اینجا نیز شما دیده استادید در سطر اسلوب اعتبار مثلا یعنی که ام
استاده است. خب میگذاریم به رژیم فرم. با همین این درس را به اتمام میرسانم.